این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه له شدن آخوندا زیر پرس تحریم و زهری که همینجوری داره تو رگ و پی عظما قلقل میکنه. کنگره آمریکا در ادامه سیاست خصمانه این کشور ضد ایران به دنبال اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان است. روزی که عظما با ماشین قراضش وارد جاده مذاکرات شد باید فکر این جاها رو هم میکرد. حالا تحریم و این حرفا یه طرف، دردسر تروریسم و آشی که داره برای سپاه پخته میشه هم یه طرف. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات نادرست وزیر دفاع آمریکا در متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم گفت تا زمانی که برخی کشورها و در رأس آنها آمریکا منبع اصلی تروریسم و افراطگرایی تکفیری وهابی را نادیده انگارند نمیتوان انتظار داشت غده چرکین و رو به رشد تروریسم نابود شود. حالا وضعیت طوری شده که یه فشار کوچیک کافیه تا ونگ و وونگ آخوندا بلند بشه. امراض داخلی نظام دست کمی از امراض بین المللیش نداره، به خصوصی که انتخابات قلابی هم تو راهه و شاخبازی آخوندام شروع شده. کردستان رفتیم، یکی از لاستیک سازی های اخیر، لاستیک سازی بارز رو افتتاح کردیم. اونجا حدود 950 نفر مشغول به کار شدن. حالا اون کارگرایی که محوطه سازی میکردن زمان کارشون تمام شده، خب محوطه سازی مرخص شدن، با شما تصفیه حساب کردن. تو خبرگزاری های برخی از خبرگزاری های ما آمدن گفتن آقای رئیس جمهور رفت اونجا، به جای اینکه 950 نفر مشغول به کار بشن 50 نفرم بیکار شدن. یه عده‌ای میخوان بگن مردم ایرانی که سال 92 رأی دادید کار خوبی نکردید. شیخ فری میخواست به شیوه خودش تحریما رو دور بزنه، اما بعد از 4 سال توی چنین وضعیتیه. از اون طرف توپخونه نوچه های عظما هم مشغوله و یه بند داره شیخ فری رو میکوبونه. یکی از سوالاتی که امروز از مردم پرسیدیم درباره این بود که آقای روحانی 4 سال دوم رأی میاره یا نه، انتخاب میشه از طرف مردم یا نه. این پوستر هم به مردم نشون میدادیم، میگفتیم نظرشون رو بگن. علی بگیر این پوستر رو بریم ببینیم مردم چی گفتن در مورد این پوستر. فکر نکنم کسی که 4 سال اول نتونه کار کنه 4 سال دوم بتونه کار کنه. 100% رئیس 4 ساله، چون چیزی که ما ندیدیم. به نظرم 4 ساله موفقیت آمیزی نبود. امیدوارم که همین 4 سال اول 4 سال آخرش بشه. یه اشتباهی 3 سال پیش کردیم، سال دیگه امیدوارم که این مردم این اشتباه رو تکرار نکنن. اگه همچنان ادامه پیدا کنه فکر کنم تقریبا هر چیزی که داریم از دست بدیم. بازار دستروکنی هم داغه و دزدا چپ و راست همدیگه رو به فنا میدن. ما اعلام کردیم ملت بزرگ ایران 80,000 میلیارد تومان ما درآمد هدفمندی یارانه ها. عزیزان ما در دولت یک گزارش دادن توی روزنامه ها و فلان 31 بیشتر نیست. دیگه قطعی مرکز پژوهش نظر شد 87,000 میلیارد تومان. بی سر و سامانی و بی قانونی است. 87,000 میلیارد تومان از مردم گرفتیم. 36,000 میلیارد تومان ریختیم تو خزانه. حدود 50,000 تاش تو نریختیم. کسی هم نخورده، خودشون در آوردن خودشون خرج کردن. وقتی آدم خودش درآمد رو خودش خرج بکنه ممکنه مثلا پاداش 1 میلیاردی هم بگیره. اینم توجیه مضحک وزیر اطلاعات آخوندا برای سرپوش گذاشتن روی گنداب فساد در نظام ولایت. کشفیات زیاده فساد به این دلیل و از این نمونه است عمدتاً. نمیخوام بگم در این قانونی هم داریم در این زمینه. اینکه شما فرمایید ما کشف کردیم ولی تشخیص دادیم که نگیم مصلحت نظام بود، آیا قانونی وجود داره که این دست شما رو باز میذاره که اطلاع رسانی نشه یا تشخیص یا خود وزارت بوده؟ نه، این بحث عرض خدمتتون مصلحت اندیشیه. چون وقتی عرض خدمتتون بیان یک مطلب تأثیری در حل مطلب نداره اما به سرمایه اجتماعی نظام آسیب میرسونه
و سلب اعتماد مردم از کلیت نظام میکنه، اینجاست که ما باید این محاسبه رو بکنیم. این مثلا میخواست یه چیزی بگه جنایت‌های وزارت اطلاعات رو بپوشونه، اما با این حرفش کار رو خرابتر کرد. حالا تو وضعیتی که دزدای دونه درشت تو حریم امن حاکمیت هستن و میخورن و میچاپن، قوه قضاییه دنبال اینه که ساختمونهاش رو بیشتر کنه تا برای زندانی کردن ملت جا داشته باشه. البته این قضیه تو جنگ و دعواهای بالدی اینجوری آنتنی میشه. بزرگ بودن قوه قضاییه هر کشوری موجب سرشکستگی اون کشوره. این اندازه اگر ما میخوایم قوه قضاییه رو بزرگ بکنیم ننگه. اول انقلاب میگن آمار زندانیات 10,000 تا بوده، امروز رسیده به 220,000 نفر. میخوایم اجازه بدیم قوه قضاییه سالی 40,000 متر مربع ساختمان بسازه. برای چی؟ مگه این اندازه ما قوه قضاییه میخوایم؟ مگه 80 میلیون نفر میخوایم بکنیم تو زندان؟ معلوم میشه من صادق لاریجانی حساب قراضه بودن دم و دستگاه خودشو باری که میخواست بلند کنه رو نکرده بود. واسه خاطر همین تا بیاد به خودش به جنبه کله شد. راستی با این شلم شوربایی که تو نظام ولایت هست یکی پیدا نمیشه بگه که آخه پس برجام چی شد؟ بالاخره دستاورداش چی بود؟ امروز دیگه کشورهای بیگانه بعد از توافق هستی و برجام در برابر اراده ملت ایران تسلیم شدن. این که میبینیم عرض به خدمتون که هواپیما به ما میفروشن، این که میبینیم کشتی به ما میفروشن، قبلا که ما نمیفروختن، یا عرض به خدمتون هواپیماهایی که یکی بعد از دیگری داره میاد. این حاج آقا النگ دلنگ حواسش به این نیست که آخه بابا لب پرتگاه که جای پشتک و وارو زدن نیست که. از اونجایی که هفته پیش روز 13 بدر رو هم پشت سر گذاشتیم، جا داره یادی بکنیم از این دایناسور عمامه‌دار که اصلا معلوم نیست خودش با خودش چنده. ما قبل از ایرانی مسلمانیم، قبل از کورشی مسلمانیم، قبل از چهارشنبه سوری مسلمانیم، قبل از 13 بدر مسلمانیم، قبل از تخت جمشید مسلمانیم. ایرانی بودن ما به این است که ما عید نوروز رو از اون جهت گرامی می‌داریم که اهل بیت فرمودن روزی که ولی عصر ظهور می‌کند مطابق با نوروز است. ما احترام می‌کنیم. به ما فرمودن از اون جهت که مستحب از شما بدنتون رو پاک کنید، جامعه پاک در بر کنید، صله رحم بکنید. ما از اون جهت اطاعت می‌کنیم. اما دیگه چهارشنبه سوری که نگفتن، 13 بدر که نگفتن، تخت جمشیدی که نگفتن. همینه دیگه. از همین ضدیت با آداب و رسوم عیده که بعد تو ایام تعطیلات به جایی که اسباب شادی و جشن مردم رو فراهم کنن، خیمه‌های سرکوب و مزاحمت برپا میکنن. تعداد 8 تخت چادر در منطقه سعادت آباد به عنوان چادرهای نوروزی در واقع برپا شده. اینجا خدمت شما عرض کنیم که از عوامل اداره آگاهی مستقرن. این نقطه ها بر اساس نقاطی بوده که جرمخیز بودن، فراوانی سرقت داشتیم و بیشترین مطالبات انتظامی مردم رو در این منطقه در واقع مد نظر بوده. یکی از کارهای این دلغک خمینی گذاشتن کلاه شرعی روی قتل و غارت آخونداست. یه نمونهش رو خودتون ملاحظه کنید. ملت کار ندارن، بعد این میگه علتش بی‌برکت شدن مدارک تحصیلاته. الان مشکل جمهوری اسلامی چیه؟ حدوداً سال 1 میلیون لیسانس. خب برکت هم داره؟ نه، بسیار از اینا شوق ندارن. لیسانس بی برکت. مسئله برکت مهم بسا. چطور من از لیسانس فوق لیسانس استفاده کنم؟ این یکی هم خودش رو انداخته وسط تا تو مسابقه لیچارگویی و مقبل بافی یه وقت عقب نمونه. ما الان جزو مصرفترین کشورها هستیم تو مصرف سوخت
حالا سازمان فائو، سازمان بین‌المللی کشاورزی اعلام کرد که دورریز غذای ایرانی‌ها غذای 15 میلیون نفر است. یا وزیر نفت سال 92 گفت که 30 میلیارد دلار اضافه مصرف و هدر رفت سوخت داریم. و حالا یه شیوه جدید در راستای اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری از اسراف آب. حجت الاسلام پهنیان بلند شده رفته کانادا، بعد ببینید چه سوغاتی بسیجی خرکنی آورده. رفته بودم کانادا، اونجا دانشجوهای بسیار فرهیخته ما توی برخی از شهرهاش دانشجوهای خوبی داشتیم. میگفتن آقا ما اینجا استاد اخلاق میخوایم اینا. گفتم شما اینجا استاد اخلاق نمیخواید، برید دم در این دانسینگ ها و محیط هایی که اینا برای تفریح میرن، وقتی دارن میان بیرون نگاهشون کنید، جوانهایی مثل خودتون رو ببینید چقدر افسردن. این آخرشه. از این بالاتر دیگه هیچ لذتی در دنیای غرب وجود نداره. آخرش همینه. ببین چقدر افسردن. وقتی که به جای این که من بگم اونا داشتن برای من 1 ساعت توضیح میدادن که این دلمردگی و افسردگی داره با مردم اینجا چه میکنه. اینم حال روز یکی از پامنبری های این آخوند که به چنین وضعی دچار شده. اندر حکایت هنرمندان مجیزگو و لابی های ولایت مدار. مثل همین آیه تتلو که الان گفتن گرفتنش. خب بابا مرد مؤمن، این همه آدم از اون ور اومدن اینجا غیر دادن، بلند شدن رفتن، کسی کارشون نداشت. همین که برای هسته خون، برای نمیدونم چی، دو ماه رمضان من میرفتم صفحه‌شو نگاه میکردم اینستاگرامش، دیدم دعای روز 13 ماه مبارک، دعای روز 4. بابا دیگه باید چیکار بکنه؟ باز هم راهیان زور و سوتی‌های زنجیره‌ای. توی این برنامه طرف میاد علیه جنگ حرف بزنه، مجری تیویریش اینجوری میپیچه جلوش. من امیدوارم که واقعا هیچ وقت هیچ کجای دنیا جنگ نباشه. اصلا کلا جنگ ماهیتش قشنگ نیست، همیشه تلخه. ولی درسای آموزنده‌ای داشت برای تبلور استعدادهای ملت ایران که خب با انقلاب با هم مقارن شد. حالا یه نمونه از استعدادهای متبلور شده رو ببینیم که در راستای جنگ نرم بازی مارو پله رو اینطوری عوض کردن. خرابم من شیش بیا پایین در پایان نگاهی داشته باشیم به سوتی‌های چند دروازه‌بان که با این صحنه تو ذهن همه علاقه‌مندان به فوتبال موندگار شدند.